شده. سرور عبدالشکورов با یک تکی سفید وارد میدان بشود. این چهره که عنوان قهرمان تاجیکستان رو در سال 2026 دارد. با یک چهره جدی وارد میدان میشود و این رقابت سوم این دو چهره است که در سال 2026 با هم قوا آزمایی میکنند و روبروی یکدیگر قرار میگیرند. و این هم یاسین باباکالونوف است با یک تکی سبز، برنده نشان نقره چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتنگیری. در سال 2026 سرور عبدالشکورov در چمپیونات تاجیکستان یاسین باباکالونوف را شکست داده بود و در چمپیونات تاجیکستان اوید به کورش از یاسین باباکالونوف مواجه شکست گردیده بود. اکنون در هفتمین جام رئیس شهر دوشنبه کی غالب می شود؟ بعد از 5 دقیقه وقتی جدا شده معین خواهد گشت. دو ورزشکار کشور ما در این وزن موفق شدند که رقیبان سرسخت خود را از صد راه دور کنند و راه یابند به مرحله نهایی. امام علی هم پهلوی پدر آمد و رقابت هم آغاز شد. گیرد صدای ابراهیم کریم آغاز می شود که آزمایی، چون گفتیم که هر دو در سال 2026 بار سوم است که با هم روبرو می شود. حساب 1-1 است. تنها ما همین سال را در نظر داریم و این نوبت کی پیروزی را به دست می آورد اگر می شوید. از یکدیگر شناخت خوب دارند. هر دو مهارت و هنر یکدیگر را خوب می دانند. موقعیت بسیار هم خوب است برای هم یاسین هم سرور عبدالشکورov. کوشش از جانب باباکالونوف است و عبدالشکورov زیر راهنمایی رزق‌الدین رجبov و یاسین باشد زیر راهنمایی فاروق صابرov. پای تمرین است. موقعیت باز هم برای باباکالونوف و کوشش از جانب یاسین پهلو میگیرد. چه حرکتی جلوی در لحظه های اول حلقه برتری را روی دست گرفت باباکالونوف. انا همین حالت که باز هم برای ما نشان داده شد در نوارهای تکراری دیدیم که چگونه خوب استفاده کرد حالتی به میان آمده را و باز هم اکنون حرکت ها از جانب عبدالشکورov بیشتر می شود، چون امتیاز پهلو را از دست داد و را می باید که تلاش ورزد تا جبران کند از امتیازی از دست رفته. وقت حالا خیلی زیاد است، نزدیکی 4 دقیقه وقت باقی مانده است. در این مدت هر دو امکانیت دارند که باز هم نرنمایی خوبتر و جالبتر و دیدنی را نشان بدهند و این فینال تاجیکی است. نواسته از برد و باخت این دو چهره هم نشان طلا هم نشان نقره نصیب پهلوان تاجیکستان می شود. کوشش های ادامه می یابد. باز هم و یکدیگر نزدیک حرکت میکنند. کوشش از جانبی عبدالشکورov امتیاز بدن میگیرد. پهلوانی سفید پوش باز هم نزدیک می شوند و ادامه می دهند با یک بدن و یک پهلو. رقابت باز هم شدتناکتر و جالبتر خواهد شد.
قوی داشت. ضربه از میان بند یک تک رقیب استوار داشته است و حرکت های ادامه دارد. ادامه میدهند. کوشش از جانب عبدالشکور و باز هم یاسین میخواست که اینجا ترزانونش از پرتوفت انجام بدهد. ادامه قوه آزمایی. البته مخلصان هم برای این دو پهلوان موفق این وزن به دو قسم جدا شده برایشان مصلحت میدهند که چگونه باید مبارزه برند. سال گذشته در این وزن دو پهلوان دیگری کشور ما سهراب باقیف با مولا رجب خلیفاєв به فینال برآمده بودند و در این وزن گوییم که چندین سال می شود که پهلوانان تاجیک موقع خود را به پهلوانان دیگر نمیدهند. اینجا کوشش از جانب عبدالشکور و خیلی هم نزدیک بود که امتیاز پهلو را به دست بیارد. ابراهیم کریمов داور مرکزی داوران کنجی را نزد خود دعوت میکند و اکنون صدیق غلام نعمت داور کنجی از افغانستان و خلدون علیف از آذربایجان با یکدیگر نزدیک شدند و مشورت را هم انجام دادند و چی خلاصه گیری کرده می شود. داور اشاره کرد که رقابت ادامه یابد و باز هم حرکت ها را ادامه میدهند. کوشش ها بسیار هم با سرعت بلند ادامه می‌یابد. یک دقیقه دیگر و انجام وقت باقی مانده است. باز هم کوشش ها از جانب هر دو، یکی برای جبران از امتیازی از دست رفته و دیگری این پیشرفتی را ادامه دادن و باز هم حرکت از جانب بابوکالونov امتیازی بدن گرفت. ادامه قوز یاسین خیلی هم نزدیک است برای پیروزیش را استقبال کردن و هیجان زیادی برادر و پدر و مربی برای بابوکالونov که اینجا هم از دوربین نواربرداران مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش دور نماند که در هر یک لحظه در هر یک حالتهای مناسب چون این حالتهای لازمه را پیدا میکنند و برای تماشابین ذکی تلویزیون ورزش پیشنهاد می نمایند. اینجا یک رسش نوبهانگامی بود بر
روی سرور عبدالشکورов که تا برگشتنش ما منتظر میشویم و در این حالت ها فاروق صابرов هم برای یاسین مصلحت داده ایستاده است که چگونه باید وقتی باقی مانده را پشت سر کند. سرور و گلیم برگشت و رقابت را ادامه میدهند. کوشش ها بیشتر میشه. باز هم حرکت از جانب بابوکالونوف. و اینجا کوشش از جانب عبدالشکورov انجام یافت ولی بعد از امر داوری مرکزی اشاره کرده بود ایستاد را. آگاهی برای یاسین بابوکالونوف. این تنبیه است و اکنون ثانیه های پایانی وقت 5 4 3 2 1 و همینطور یاسین بابوکالونوف در رقابت برای به دست آوردن نشان طلا در هفتمین جام ریاست شهر دوشنبه اوید به گشتنگیری موفق شد که پیروزی را به دست بیارد و در مقابل رقیب سرسختی خود سرور عبدالشکورov پیروزی را صاحب شود. یاسین بابوکالونوف با نشان طلا و $10,000 آمریکایی جایزه پولی قدردانی می شود. سرور عبدالشکورov باشد نشان نقره می گیرد و به $5,000 می‌دهد. اکنون اینجا خوشحالی یاسین بعد از انتظاری های زیاد تا این دما خوشحالی او را مشاهده نکرده بودیم. با هیجان زیاد در مقابل رقیب ازلی خویش مبارزه برد در نزد پدر و برادرش. بسیار هیجان زیاد است و موفق شد که غالبیت نصیبش گردد. نوارهای تکراری را توجه میکنیم که سرول یاسین امتیازی پهلو گرفت. در انا همین حالت که ضد حمله بسیار هم به مورد استفاده شد و سپس هر دو موفق شدند که امتیازی بدن گیرند و در برابر این تنبیه هم گرفت یاسین، ولی این برتری را این پیشرفتی را تا به آخر ادامه داد و پیروزی نصیبش کرد.